سلام. امروز میخوام سایتی رو بهتون معرفی کنم که معدنی از پرامپت های مختلف برای ابزار نانو به نانو هستش. تو این سایت میتونید پرامپت های مختلف رایگان و پولی رو پیدا کنید و توی کارهای مختلفتون چه عکس و چه ویدیو باشه ازش استفاده کنید. خب برای شروع کار اول از همه باید وارد سایت bananaprompts.xyz شما بشین و از منوی بالای صفحه یعنی قسمت ایمیج شما باید وارد صفحه جدید بشین. قسمت پایین تر اگر که بیان یک در واقع دسته بندی اینجا هستش که شما میتونید مثلا روی دکمه انیمه کلیک کنید، پورتریت باشه، قسمت سینماتیک باشه و چیزایی از این قبیل. بعد از اونم شما میتونید حالا اسکرول کنید به سمت پایین تصویر که میبینید با توجه به اون دسته بندی هایی که اینجا شما تیک در واقع تیک زدین میتونید حالا خروجی مختلفی اینجا داشته باشین. حالا اگر که من بخوام روی هر کدوم از اینا کلیک کنم و از پرامپتش استفاده کنم به این صورت در واقع نمایش داده میشه. به این صورت نمایش داده میشه که حالا یه عکس و یک خروجی از پرامپت اصلیمون به ما نشون داده میشه به علاوه اسمش و اینکه شما اگر بخواید از این پرامپت استفاده کنین روی دکمه در واقع کپی اینجا میزنین و میتونید از خود این پرامپت واسه کارتون استفاده کنین. ضمن اینکه از قسمت ترایدیس هم میتونید استفاده کنین که بتونید در واقع از خود فضای این سایت استفاده کنین. منتها فضای این سایت اگر که بخواید واسه کار مختلف و پروژه مختلفتون استفاده کنین به صورت پولیه و نسخه پریمیومش هستش که اگر مایل باشین میتونین حالا نسخه در واقع پولی و پریمیوم هم شما بخرین و ازش توی کاراتون استفاده کنین. اگر شما هم علاقه‌مند هستین تا ابزارهای هوش مصنوعی رو یاد بگیرین حتما کانال یوتیوب و اینستاگرام ما رو دنبال کنید.